ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو به دست تمام ایرانی ها برسونید. مطمئنم بعد از نکته‌ای که آخر ویدیو بهتون میگم چشماتون از حدقه بیرون میزنه. یه گروه تحقیقاتی ژاپنی یه گروه پروتئینی به اسم متالوثیونین رو از ترشح مغز توی بدن کشف کردن که متوجه شدن دقیقاً همون اکسیر جوانیه که انسان‌ها همیشه دنبالش بودن. این ماده به صورت طبیعی از 15 سالگی تا 35 سالگیمون توسط مغز ترشح میشه که دقیقاً اون تایمو بهش میگن اوج جوانی و از 35 سالگی تا 60 سالگی به مرور ترشحش کمتر میشه که روند پیرمون دقیقاً از اونجا شروع میشه. این ماده سحرآمیز به شدت واسه زنده موندن انسان، تراوت و شادابی و جوانی بدن، تنظیم تنفس و سلامتی قلب نقش بسیار مهمی رو توی بدن داره. دکتر طاها ابراهیم خلیفه استاد بخش گیاهاندارویی دانشگاه الازهر مصر به همراه اون گروه ژاپنی شروع کردن به تحقیق کردن روی انواع گیاها تا متوجه بشن اون ماده سحرآمیز دقیقاً توی کدوم گیاها وجود داره، که متوجه شدن اون ماده توی ترکیب انجیر و زیتون وجود داره و در کمال ناباوری قرآن 1400 سال پیش به این موضوع اشاره کرده بود. اما نکته جالبی که دانشمندا کشف کردن اینه که متوجه شدن از ترکیب 7 زیتون و 1 انجیره که این ماده به وجود میاد و مغزم سود کشید وقتی فهمیدم توی قرآن دقیقاً 7 بار نام زیتون و 1 بار نام انجیر اومد. از همه شما خواهش میکنم به پخش این محتوا کمک کنید و مهمتر از همه ترکیب 7 زیتون و 1 انجیر رو هر روز توی رژیم غذاییتون داشته باشید. هر جایی که هستید در پناه حق خوش و خرم و سلامت باشید.